درود به همگی. امروز با آموزش ساختن تامنیل همراه شماییم. خب اول وارد برنامه پیکسارت میشیم. روی گزینه به علاوه کلیک میکنیم و بک‌گراند مورد نظرتون رو انتخاب میکنیم. من همین رو انتخاب میکنم و حالا اینجا از برنامه میایم بیرون، وارد برنامه اینشات میشیم. گزینه فوتو رو انتخاب میکنیم و عکس مورد نظرتون رو انتخاب میکنید و گزینه کات اوت رو میزنیم و اینجا این تیک رو میزنیم، سیو رو میزنیم و از این شات میایم بیرون و وارد پیکسل لب میشیم. اینجا از این بخش ایمپورت رو میزنیم و عکسی که درست کردیم رو انتخاب میکنیم و اینجا میذاریم وسط صفحه، وسط قرارش میدیم و وسط رو به پایین تقریبا قرارش میدیم و اینجا حالا سایز تصویر رو، یوتیوب تامنیل رو انتخاب میکنیم و الان میذاریمش وسط تصویر و سایزش رو کوچکتر میکنیم و حالا میذاریم پایین و اینجا یک بار کلیک میکنیم و اینجا میایم اینر شادو رو انتخاب میکنیم، روشنش میکنیم و رنگ بک‌گراند مورد نظرمون که مال ما سبزه رو انتخاب میکنیم و شدتش رو زیاد میکنیم. اینجا ترانسپارنت رو انتخاب میکنیم و بدون بک‌گراند میشه عکسمون. سیو این ایمیج رو میزنیم و سیو تو گالری رو میزنیم و اینجا بازم وارد برنامه پیکسارت میشیم. اد فوتو رو میزنیم و عکسی که ذخیره کردیم رو انتخاب میکنیم و میذاریمش وسط تصویر که به این شکل در میاد و اینجا استایل متن هامون رو اضافه میکنیم و من قبلا آموزشش رو دادم که چطور باید ساختشون و اینجا اضافهشون میکنیم. آموزش ساختی و هر سایزی که خودتون دوست داشته باشین. اینجا مثلا من قرار میدم و دوباره اد فوتو رو میزنیم و تامنیل رو انتخاب میکنیم و سایزش رو دقیقاً هم سایز متن دوم میکنیم و همینجا میذاریم. حالا اگه خودتون بخواین تکست رو میزنیم و مثلا یه ایموجی اینو انتخاب میکنیم و چقدر بزرگ شد اینو میذاریم، کوچولوش میکنیم و فونت از بخش فونت سیاه رو میزنیم، روی بخش مای فونت میزنیم و اد فونت رو میزنیم و میاین اون فونت مورد نظر خودتون رو انتخاب میکنید که من میخوام فونت iOS رو انتخاب کنم که ایموجی هامو تغییر بده. همین بولد ایموجی رو انتخاب میکنیم، یکم پررنگ‌تر از فونت اصلیمونه، از ایموجی اصلیمونه و همین شکل اینو انتخاب میکنیم و مثلا همین گوشه انتخاب میکنیم و ریزش میکنیم و اینجا روی بخش این لایه ها قرار میزنیم و مووی داون رو میزنیم و به این شکل یکم حالا تغییر جاش
جاشو تغییر میدیم و به این شکل. و اینجا برای بخش آخر شیپ رو میزنیم، روی این گزینه میزنیم و شیپ رو دقیقاً به سایز متنا قرار میدیم و رنگش رو روی رنگ مشکی قرار میدیم و اینجا بازم این لایه ها رو میزنیم و مووی دان رو، گزینه وسطی رو تا آخر میزنیم، تا آخر که نه تا یکی آخر میزنیم و به این شکل کاور ما در میاد. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. لایک فراموش نشه، واسه این ویدیو واقعا زحمت زیادی کشیدیم. تا آموزش های بعدی، خدا نگهدار.